فرشته خداوند بر جدعون ظاهر شد و او گفت ای جنگاور دلاور، خداوند با توست. آمین. یهوه خدای اسرائیل را بپرستید. الله بت شیطان سال بپرستید. هر کس او را بپرستد حاوی است. توبه کنید ای مردم مسلمان، توبه کنید که به خون عیسی مسیح خداوند ایمان بیارید، نجات خواهید یافت. به خاطر گناهان ما روی صلیب مرد و سه روز از مردنش برخاست و دست راست خداوند به بالا برده شد. کاهن اعظم ماست و شبان ماست. آمین آمین و آمین.